24 ساعت وقتی پوتین به انجام رسید. ارمیا در حرکت است. پسکو حرکت‌های اساسی در پیش بردنش را خبر داد. اوکراین تکلیف داده شده روسیه را قبول نکرد. دومین فضای فعال آماده حمله هستند. قسمی اساسی ارمیا روسیه نیز در حرکت است و اینچنین کاتب مطبوعات پرزیدنت فدراسیون روسیه دیمیتری پسکوف معلوم کرد که در اصل شهروندان اوکراین برای رد کردن پیشنهادشان نیز قسم‌های اساسی قوه‌های مسلح و نظامیان روسیه برای حمله کردن آماده شدند گفته خبر می‌دهد. دیمیتری پسکوف یک روز پیش برای هجوم و حمله کردن قشون‌ها و قوه‌های ارمیا را منع کردنشان را معلوم کرد. با گفتگو و حالا هم خبر و ناآرامی‌ها در اوکراین و روسیه صادر شدنش در خبر و گازیته‌ها و همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و غیره ها حالا هم ادامه دارد. میگویند اردوغان پرزیدنت جمهوری ترکیه ولادیمیر پوتین را به ترکیه دعوت کرد و همچنین مقصد و دعوت کردن پرزیدنت جمهوری ترکیه اردوغان و پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین را مقصد و دعوت آن این بود که برهم و آسوده گردانیدن جنگ بین اوکراین و روسیه می باشد.